یکی از مقصدهای نجیب و ارزشمند حکومت مملکت طی سالهای صاحب استقلالی این پیش از همه مهیا ساختن شرایط زندگی شایسته و هستیساز ساکنان سرتاسر کشور بوده. در این جهت قدم‌های استوار و بابقای هم گذاشته شده بابت تطبیق عملی هدف‌های عالی دولت. نقشه و برنامه‌های علما اساسناک قبول و عملی گشته ایستادند و خواهند گشت. تنها با مقصد تامین نمودن پیشرفت حیات اقتصادی و اجتماعی ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان طی سالهای صاحب استقلالی زیاده از 1.2 میلیارد سومانی روانه کرده شده است. در همین دوره در درواز 10 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه‌های مختلف خواجگی و مبلغ‌گذاری بیشتر از 500 میلیون سومانی عملی گردیده. تطبیق باز 7 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی ادامه دارد که تا به امروز در دایره این لایحه‌ها 250 میلیون سومانی مبلغ از خود کرده شده است. همچنین با مقصد تامین نمودن رشد استوار ساحه‌های واقعی در زمینه استفاده اشیاء خام معدنی محلی و راه ماندن خدمت‌رسانی زمانوی اجتماعی و بلند برداشتن صفت زندگی اهالی در دایره برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه برای سالهای 2021-2025 106 لایحه و مبلغ 405 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است. تنها طی 3 سال اخیر از حساب همه سرچشمه‌ها در درواز 26 انشاءات با جلب سرمایه خارجی با مبلغ 44 میلیون و 517 هزار سومانی، 10 انشاءات با جلب مبلغ‌های دولتی با مبلغ 26 میلیون و 331 هزار سومانی و 66 انشاءات با جلب صاحبکاران موفق و بخش خصوصی 34 میلیون و 445 هزار سومانی بنیاد و موارد بهره برداری قرار داده شدند. در مجموع تا تجلیل جشن نشاط و کمالات وطن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در درواز 100 انشاءات حیاتاً مهم با مبلغ 106.3 میلیون سومانی ساخته مورد استفاده قرار داده شدند. در 10 ساله اخیر با برخورداری از همه سرچشمه‌ها در حدود ناحیه بیشتر از 321 انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون با مبلغ 830.1 میلیون سومانی مورد بهره برداری قرار داده شدند. باید گفت که هنوز از نخستین روزهای مختار و مستقل شدن تاجیکستان حکومت مملکت بر رشد همه‌جانبه ناحیه‌های دوردست کوهستان بخصوص درواز دقت اولین درجه داده یکی از راه‌های تامین نمودن ترقیات ناحیه را در تأسیس کارخانه و کارگاه‌های استحصالی صنعتی و به بازار داخل و خارج برآوردن محصولات خودصفت و رقابت پذیر می‌بیند. محض به همین مقصد به خاطر عملی سازی هدف 4 صنعتی کنانی با صورت مملکت حکومت جمهوری تاجیکستان به هوسمندگردانی صاحبکاران موفق توجه خود ظاهر نموده در بنیاد مورد استفاده قرار دادن کارخانه‌های خرد و کلان صنعتی به نتیجه‌های نظررس بنیادی و استحصالی موفق گشتند. در 10 ساله اخیر در درواز 14 کارخانه صنعتی بنیاد و به قید گرفته شده با جلب بیشتر از 400 نفر کارمندان فعالیت ثمره بخش استحصالی دارند. بر طبق معلومات‌های آماری حجم استحصال محصولات صنعتی در ناحیه از 7.6 میلیون سومانی سال 2015 به 132 میلیون و 406 هزار و 100 سومانی رسانیده شده است که در قیاس به همین دوره سال 2020 62.7 میلیون سومانی یا خود 190.1% افزایش یافته نسبت سال 2015 17.6 برابر یا 124.8 میلیون سومانی زیاد گردیده است. این نشان دهنده ها مثال به سابقه رشد صنعت در درواز باشند هم با وجود این دستاوردها در ساحه ذخیره و امکانات‌های استفاده نشده بخصوص بابت کارکرد معدن، سنگ‌های آرایشی و ساختمانی و در این زمینه به راه ماندن استحصال محصولات گوناگون خیلی هم زیادند. باید دانست که درواز در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان با دارایی‌های معنوی و مادی، ثروت‌های طبیعی و تاریخی، پیشرفت باثبات حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقام بابقا و ارزشمند را در مقیاس ولایت و جمهوری صاحب گشته باشد هم سرآغاز رشد بیمیلان و قوی امروزه درواز این پیش از همه و بیش از همه با کشایش شاهراه عظیم و بینظیر کوهی کلاب قلعه خم علاقمند است که طی 22 سال اخیر صاحب استقلالی مملکت مورد استفاده دائمی قرار داشته درواز را به یکی از دروازه‌های مهمترین علاقه داخل جمهوری و بیرونی آن تبدیل داد و نقش بابقای خود را در رشد باثبات و روزگار هر ساکن مقیم وادی درواز گذاشت و از رفت و آمد طرفین درخت دوستی نشونما یافته
меваи шаҳдбори ваҳдатофар ба бор овардааст.